قاعده 151 چی است؟ معنای نشر صحف در لغت اصطلاح بفهمیم. نشر صحف چی رو میگن؟ نشر در لغت به معنای باز کردن است، توزیع کردن است. مثل که ما و شما در روزایی که در مکتب میشه پارچه توزیع میشه، روز توزیع پارچه. و در اصطلاح ظاهر شدن دفتر اعمال و توزیع آن در روز قیامت، زیر نشر میگن که دفتر اعمال انسان در روز قیامت چی میشه؟ توزیع میشه. فاما من اوتی کتابه بیمینه، پس اما کسی که داده شود دفتر اعمالش به دست راستش، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، باز امروز از این محاسبه بسیار آسان میشه. و ینقلب الی اهله مسرورا. و اما من اوتی کتابه وراء ظهره، برای از دیگه کس امی پارچهش یا دفتر اعمالش ملائکه حتی سرش سیل هم نمیکنه، میگه بسیار قواری کثیف داری، از طرف پشت برش دفترش داده میشه، رویش در زمین افتاده و خوار و ذلیل است. و اما من اوتی کتابه وراء ظهره فسوف یدعو ثبورا و یصلی سعیرا. پس این توزیع کتاب است در روز قیامت.